سلام به همه شما دوستان و خوب و با صفای خودم. آقا مسافرای پاریس خسته نباشن. رفقا خودتون میبینید چه طوفانی به پا کردید دیگه، نه؟ بنده موشکاف امشب اومدم تا به عرض مبارکتون برسونم که علی گدا و شیخ پری دارن همینجوری چپ و راست رسید مشتایی که نوش جان کردن رو میدن. تجمع گروهک منافقین در فرانسه با حضور برخی مسئولان غربی. در این نشست که با شعار تغییر جمهوری اسلامی برگزار شد، شماری از مسئولان فعلی و سابق آمریکایی، اروپایی و رئیس تکفیری‌ها و معارضان سوری حضور داشتند. جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، در این نشست در قالب ویدیویی از پیش ضبط شده مدعی شد ایران همچنان به تأمین مالی تروریسم و ایجاد هرج و مرج در منطقه ادامه می‌دهد. دانا روراباچر، نماینده جمهوریخواه ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا، هم مدعی شد ایران به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. بسیاری از افراد حاضر شده در این گردهمایی که اساساً ایرانی نیستند، با وعده اقامت یک شبه در یک هتل و پذیرایی به گردهمایی پاریس آمده بودند. گروهک منافقین ترور 17,000 نفر از مردم و مسئولان را در کارنامه خود دارد. از روی همین جیغ و دادای آخوندان میشه فهمید که تا کجا سوختن و این طوفان پاریس چه بلایی به سر ریش ابا و عمامشون آورده. از همه جالب تر اینجاست که رسانه‌های حکومتی صاف رفتن سر اصل مطلب و انگشت گذاشتن رو حرف اصلی گردهمایی پاریس، یعنی سرنگونی. سناتور مکین با ارسال پیام به تجمع مجاهدین در پاریس ضمن افراطی‌گرا خواندن ایران از آرزوی خود برای تغییر نظام حاکم در کشور سخن گفت. روراباچر در میان تشویق مستمر مجاهدین گفته که روز سقوط نظام حاکم بر ایران نزدیک است و دیگر حقوق زنان پایمال نمی شود. خب دوستان، حالا این سوزش عظما تو فضای حقیقی رو بذارید کنار قیامتی که این روزا تو فضای مجازی به پا شده تا اوضاع و احوال ما و دشمنمون همچی درست حسابی موشکافی بشه. هشتگمونم که محبوب ترین هشتگ شد، یعنی تشتک عظما رو پرود. حالا علی گدا هرچی عمامه به دیوار کوبون دید جواب نداره و طبق معمول رفت سراغ آه و ناله درباره پاریس و فرانسه. پاریس خصومت خود را به ملت ایران نشان داد. مهد دموکراسی چند سالی است که علاوه بر میزبانی گروه مجاهدین، میزبانی گروه‌های خشونت طلب و تروریستی سوری را هم بر عهده گرفته است. اگه چه جسم ناقص عظما آش و لاش شده و علی گدا همه حواسشو از دست داده، اما از حق نگذریم حس بویایی آخوندار روز به روز قوی تر میشه. یعنی قشنگ بو میکشن که اوضاع چجوریه و چی داره به چی وصل میشه. خودشون از پاریس خطو میکشن تا منطقه و سوریه و بعدم تهرون. بله، همه حرف همینه. قطار سرنگونی راه افتاده و داره تخت گاز میره. دل آرام و دل واپسم نمیشناسه، همه رو صاف میکنه. یه بار دیگه دم همتون گرم و جمال همه اشرف نشونا گلبارون.